در دل بندر انزلی، جایی دور از هیاهوی شهر، آرامگاهی خاموش با داستانی غم‌انگیز وجود دارد. گورستان لهستانی‌ها، یادگاری از روزهای تلخ جنگ جهانی دوم، روزهایی که سرنوشت هزاران زن و مرد لهستانی را به اجبار به بندر انزلی کشاند. اینجا میان سنگ قبرهای ساده اما پرغرور قصه های مدفون شدند. قصه مردان جوانی که رویای در آغوش گرفتن معشوق را در سر داشتند. قصه کودکانی که هنوز فرصت زندگی را نچشیده بودند و قصه مادرانی که امیدشان را در آغوش کشیدند و رویای بازگشت به خانه را در سر داشتند. روی برخی از این سنگ‌ها نام و تاریخ تولد و وفات حک شده، اما بسیاری دیگر تنها با صلیبی سنگی یا نشانی محو به یاد آورده می‌شوند. درختان کهنسال سایه خود را بر این خاک گسترده‌اند، گویی برای آرامش روح کسانی که در غربت آرمیدند. نسیم در میان شاخه‌هایشان می‌پیچد و با هر وزش نجوای دوردستی از گذشته را در گوش‌ها زمزمه می‌کند. اینجا جایی است که غریبه‌ها غریب نمی‌مانند. هر سال مردمانی از راه‌های دور و نزدیک می‌آیند، گل‌های سپید بر مزارها می‌گذارند و شمع‌هایی روشن می‌کنند تا نشان دهند که یاد آنها هنوز زنده است. گورستان لهستانی‌های انزلی تنها یک آرامگاه نیست، بلکه بخشی از تاریخ است، تکه‌ای از اندوه و شجاعت، پلی میان دو ملت که روزگاری در میانه طوفان دست یکدیگر را گرفتند و در این خاک، این سنگ‌ها و این درختان قصه‌ای ابدی از رنج، مهربانی و امید را نگاه داشتند.